مادر فیض‌الله روزت مبارک. تویی که پسرت بعد 9 سال فقط چند تکه استخوان ازش برات برگشت. مادر اردشیر روزت مبارک. تویی که سال 65 وقتی پسرت رفت جبهه دلت خیلی براش تنگ شده بود. یکی زنگ زد اشتباهی خونتون، بهش گفتی بیشتر با اون حرف بزن. بعد که علتشو پرسید بهش گفتی صدات خیلی شبیه صدا پسرت. روزت مبارک. مادر مهرداد روزت مبارک. توی که گفتی آخرین بار که پسرم اومد مرخصی بهش گفتم برم برات زن بگیرم. پسرت گفت برم و برگشت اما خونی و شهید. وقتی رفتی کنار تابوت پسرت بهش گفتی آرزو داشتم دامادت کنم نشد، اما تو همین لباس سبز سپاه که عاشقش بودی داماد شد. مادر سید علی که میگفتی اوضاع اقتصادیمون خوب نبود، من مجبور بودم تو باغ چایی بقیه کار کنم تا کمک خرج همسرم باشم، ولی وقتی سید علی دنیا آمد اوضاع زندگیمون زیر رو شد. روزت مبارک. مادر رحمت که پسرت از زیر دستات رفت مسجد که نماز بخونه و برگرده، اما تو مسجد ترور شد و به شهادت رسید. روزت مبارک. مادر حمید که هر وقت خونتون شیرینی می آوردن یه پیش دستی شیرینی کنار میذاشتی، میگفتیم برای پسرم، منتظرش بودیم اما هیچ نشونی ازش برنگشت. مادر ایرج و منوچهر و تورج که 3 تا پسرت شهید شدن، ولی تورج 17 سالت هنوز هیچی ازش برنگشت. روزت مبارک.